خب سلام دوستان. طی سوالات اخیری که خیلی داشتن راجع به ایدراپ و گیم کتیزن سوال میپرسیدید، من تصمیم گرفتم که یه ویدیو درست کنم و صفر تا صدش رو توضیح بدم، هم برای کسایی که از قبل بازی کردن، هم برای کسایی که میخوان از صفر شروع کنن. ببینین توضیحاتی که میگم خیلی کامله. از صفر شروع میکنم توضیح میدم. شما به محض این که وارد ربات بشین، وارد بازی بشین، با این صفحه روبرو میشین. کسایی که میخوان از صفر شروع کنن، این قسمت پایین این گزینه‌ها چند تاشون براشون غیر فعاله. یه 5 دقیقه بازی کنید، گربه‌هاتون رو لول اپ کنید، ارتقا بدید، این بخشا همشون براتون فعال میشه. تنها کاری که نیاز شما تو این بازی بکنید فعالیت کردن و ارتقای لول گربه است. یعنی این گربه لولش هر چی بالاتر باشه، انشالله شما بعداً پاداشتون هم بیشتر میشه. و اینم بگم که این بازی خیلی حمایت شده، خود بلاکچینتون معرفیش کرده، خیلی از پروژه های بزرگ باهاش همکاری کردن و قرار نیست چیز الکی باشه، ممکنه حتما سود خوبی بهتون بده. خب یه بخش داره، بخش اینوایت. شما با دعوت دوستاتون میتونید فیش کوین بگیرید. نگاه کنید این فیش کوینی که زده، اگه کاربر دعوت شده تلگرام عادی باشه 3 تا پوینت بهتون میده، 3 تا فیش کوین میده. اگه تلگرامش پرمیوم باشه، کاربر پرمیوم باشه، 43 تا بهتون میده. و اینجا هم لیست کسایی میزنه که با لینک شما وارد بازی شدن. کلا تو این بازی یه دونه از این کت کوینا داریم، یه دونه فیش کوین داریم که الان بهتون نشون دادم اینجا، و یه دونه هم لول گربه داریم. نگاه کنید کت کوینا قراره در آینده باهاش بتونید معامله کنید و از ایردراپش این کت کوینا رو بگیرید و بفروشید. لول گربه ها هم بعداً قراره که تبدیل به NFT کنیم. و اینم بگم اگه همچین قابلیتی بیاد، شما لول گربه ها رو ارتقا بدید و گربتون رو تبدیل به NFT کنید بفروشید، ممکنه مثلا دیگه این کت کویناتون رو از دست بدید. حالا به اون مرحله نرسیدیم، اون فاز 4 فکر کنم یا 2 گفتن که میتونید NFT کنید بفروشید و احتمالاً ارزش بالایی داشته باشه. اون فازش هنوز شروع نشده، اونم اوکی بشه اطلاعیه بهتون میدیم. خب این از این. فیش کوین رو توضیح دادیم، کت کوین رو توضیح دادیم، لول گربه ها رو توضیح دادیم. اینجا یه بخشی هست که میتونید گربه بگیرید. این بخش رو کاری نداشته باشید، فقط این رایگانایی که میده فری اینا رو بگیرید. اینجا یه بخشی داریم، بخش اتوماتیک خودکار. شما تا جایی که میتونید از این فیش کوینا بگیرید. حالا من روشش رو بهتون میگم. تا جایی که تونستید از اینا بگیرید. این حالت خودکار خیلی خوبه. یعنی خودش هم خودکار مثلا میاد این رایگانا رو میگیره، هم خودکار نگاه کنید اینا رو فعال میکنه که هر چند دقیقه یه بار میان جایزه میدن، هم خودکار این لول گربه، این گربه رو اینجوری ترکیب میکنه. و این بوستایی هم که رایگان میده هر چند دقیقه یه بار، اینا خودش میگیره. این حالت خودکار خیلی خوبه. فقط شما برای اینکه فعالش کنید نیازه که 3900 از این فیش کوین ها داشته باشید. حالا فیش کوین رو چجوری به دست بیاریم؟ ببینید یه بخش شاپ داره. چون ما با اولین خرید که 10 سنته 100 تا فیش کوین میگیرید، 1 میلیون هم از این میگیرید که زیاد مثلا جالب نیست، فقط این 100 تاش باحاله. و الان یه چیز دیگه هم بهتون نشون میدم، اونم رو این 10 سنت تاثیر داره. یعنی شما با 10 سنت پرداخت، اونم باید کیف پولتون رو بهش وصل کنید، کیف پول تون کیپر، و این مبلغ رو بپردازید. با 10 سنت شما 100 تا از اونجا میگیرید. اینجا نگاه کنید این بخش وظایف، این بخش تسکاش، اینجا اینو بیارید، تسکا رو براتون میاره بالا. و نگاه کنید اینجا گفته تسکا رو آورده، گفته جوین کانال شو. اینجا گفته روزانه وقتی بیای میتونی پوینت بگیری، یوزر دعوت کن، بازدید از سایت و فالو کردن توییتر، ریتوییت کردن پستا، تلگرام پرمیوم باشی اینجا 200 تا میگیری. و یه بخشی که هست، این بخش خرید روزانه است. شما اگه اون 10 سنتی که گفتم رو بخرین، هم این 30 تا رو میتونید بگیرید، هم این 30 تا فیش کوین رو میتونید بگیرید، هم این 300 تا رو میگیرید. یعنی شما با 10 سنت در واقع اون 100 تا اونجا این 430 تا میگیرید. حالا از این بخش هم دوباره 100 تا دیگه بهتون میده، 300 تا هم اینجا میده.
400 هولوش 900 تا میتونید با 10 سنت بگیرید. این روشاییه که شما میتونید با خرج کردن کمتر بتونید اون حالت خودکار رو بگیرید. و اینجا هم به صورت لیست شده براتون گفته که اگه دعوت کنید کاربر عادی باشه، مثلا یکی باشه ما 30 تا بهتون میدیم، 2 تا باشه 10 تا بهتون میدیم، 5 تا بیاری 20 تا میدیم، و اگه تلگرام پرمیوم باشه یه نفر 100 تا میدیم، 2 نفر 180 تا میدیم. همینجوری شما اگه سیستم دارید، کامپیوتر دارید، این حالت اتوماتیک رو بگیرین و روی کامپیوترتون تلگرام وب و مرورگر باز کنید و بذارید خودش برای خودش کار کنه و این روش‌هایی هم که گفتم انجام بدید. به طور رایگان این فیش کوینا رو بگیرید که مبلغ کمتری پرداخت کنید. موقعی که شما این 10 سنت رو بخرید، بعد از این یه لیست فیش کوین میاره که قشنگ همه رو نوشته که مثلا بخوای 300 تا بگیری چقدر میشه، بخوای 3000 تا بگیری چقدر میشه. فقط این خرید اولیه رو اینجا نشون میده که بعد از اینکه این 10 سنت رو بخرید اون فروشگاه اصلیش باز میشه. یه بخش فیشینگ هست. این فیشینگ شما با دادن فیش کوین میتونید اینجا ماهیگیری کنید. ماهیگیریش هم چجوریه؟ اینجوریه که مثلا به شما یا فیش کوین میده یا کت کوین میده. اکثرا کت کوین میده. فیش کوین هم نگاه کنید اینجا مثلا میزنه فلانی مثلا از ماهیگیری اینقدر در آورد. اینجا به نظر من فعالیت نکنید بهتره، چون من اکثرا اینجا کت کوین گرفتم و برای شما مسلما همینه. اکثرا کت کوین میده و این فیش کویناتون الکی هدر میره. فیش کویناتون رو نگه دارید، باش حالت خودکار رو بگیرید و حالت خودکار هم گرفتید نگه دارید تو بازی بمونه. حالا بعدا شاید مثلا گفت برای NFT نیازه که از اونا هزینه کنید. اونا در واقع این فیش کوینا یه چیزیه که تو بازی میشه خرجشون کرد و اصل قضیه لول گربه و این کت کوینا هستن. خب اینجا رنگتون رو میزنه، رتبتون رو میزنه. اینجا رنگ بندی اولین رنگ برنز، بعد سیلور، بعد گلد، بعد پلاتینیوم، بعد دیاموند الماس، بعد مستر و رویال که کلا 3 نفر رسیدن به این رنگ. شما همین الان هم شروع کنید و حالت خودکار رو زودتر بگیرین، چیزی از دست ندادین. ولی اگه بخواید بدون حالت خودکار کار کنید، هم کارتون سخته، هم نسبت به خیلیا عقب بودید. و یه دونه اینجا کلن هست که شما میتونید به کلن‌ها برید و اینجوری پیش دوستاتون باشید و رنگ بندی ها رو نگاه کنید تو کلن. الان این کلن کانال ماست و این مهدی اکانت اصلی منه که حالت خودکار رو براش خریدم و رو سیستم میذارم کار کنه و لول گربه اصلی من الان در حال حاضر 68 هست. خب مورد خاصی دیگه نداره، فقط اینم توضیح بدم که نحوه اتصال کیف پول و توییتر باید از کجا اقدام کنید. این بخش تسکا رو که آوردید، این 3 تا خط رو اینجا میزنید. از این بخش کانکت اول توییتر کانکت میکنید و از این بخش کانکت دوم کیف پول تون کیپرتون رو میتونید کانکت کنید. اول توییتر رو کانکت کنید، بعد این تسکای توییتر رو انجام بدین. تا جایی هم که تونستید این وظایف رایگانش رو انجام بدید و فیش کویناتون رو بگیرید که اگه خواستید هزینه کنید مقدار کمتری برای این 3900 تا هزینه کنید. اینم دوباره تاکید میکنم، این ایدراپ، این بازی حمایت‌های زیادی روش شده و قراره چیز خوبی ازش در بیاد. حتما حالا پاره وقت شده، هر جور شده از این بازی استفاده لازم رو ببرید.